امروز یکم دکبر تقریبا ساعت 14:00 در کوچه بهزاد شهر دوشنبه ماشین یاری تعجیلی به صدمه دچار گردید. قابل تذکر هست که در چهارراه نزد باغ علیشیر نوایی هنگام سرخ بودن چراغک ماشین یاری تعجیلی با سرعت بلند حرکت داشت که ناگهان از طرف راست اتومبیل تمغه تویوتا کمری برآمده با آن برخورد. در نتیجه راننده ماشین یاری اولین طبی در حالت صدمه‌وی نتوانست چپه شدن نقلات طبی را پیشگیری نماید. در داخل اتومبیل یاری تعجیلی راننده و دکتر بودند. در نتیجه صدمه دست راننده یاری تعجیلی مجروح شده، زانوهای دکتر کمی سوختند. در وقت صدمه از هر دو جانب یگان کس جراحت وزنی نبرداشت و آسیب دیدگان سری وقت به بیمارخانه انتقال یافتند. Önemli baba, o çalışkan. Evet, Reza kapı. هیچ خبر دیگه میشین زد. باید ماشین پیش باشن رو. یک تا گیر تیمی بزن پیش دار. باید ما میخشد. باید نشانه کنه که ماشین باید پیش بده.